آیا بستن رگ اشتها روش امنیه برای کاهش وزن؟ خیلی از افراد ممکنه که برای کاهش وزن بیان رگ اشتهاشون رو ببندن. این روش اصلا توصیه نمیشه. یه روش تحقیقاتیه و به صورت عموم بهتره که انجام نشه. معده یک سری رگ‌هایی داره که خونرسانی معده رو انجام میدن. معمولا تو رگ اشتها یکی از این رگ‌های اصلی بسته میشه و عملا قسمتی از معده خونرسانیش از بین میره. عملا خونرسانی این قسمت میتونه از جاهای دیگه صورت بگیره، ولی اتفاقی که میفته این قسمت به دلیل فیبروزی که ایجاد میشه ممکنه دچار ضایعاتی مثل زخم بشه. از طرف دیگه این افراد دیگه امکان انجام اسلیو یا عملهای بایپاس رو بعداً از دست میدن و اگر دچار عوارضی بشن درمان معدهشون یه مقدار با مشکل مواجه میشه. باز هم تاکید میکنم بهترین روش کاهش وزن رژیم و تحرک روزانه است و روش‌های علمی که تایید شده باشه و در دنیا داره انجام میشه.